نظر به فرمان حکومت ما بسیار خوشبین هستیم بر اساس از اینکه این امر خدا و امر رسول ما شما است و این قسم شده طور شده که حال زنها در یک تا میان مردا در دیگر تا. این واقعیت هم بگویی به هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ اجتماعی برای ما شما فایده های خود دارد، چرا که ما آزاد میتوانیم همراه سیاست خود همراه فامیل خود بگردیم، در بار کسی مزاحمت ایجاد نمیکنه، کسی جوانایی نیستن که برای سیاست را مزاحمت ایجاد کنن. نگه میتونیم آزاد اعتبار کنیم، فامیل خود بکشیم، بچه‌کار طفلای خود بکشیم و بسیار زیاد خوشایند هستیم از این امر حکومت ما و خوشبین هم هستیم بر از این بسیار. جدای آمد چون فرمون داده شده از طرف امر معروف به ایراد فرمون داده شده، همه جدا است. سالهای قبل چطور بود؟ سالها قبل گدوت بود که همینجا یک فامیل شیشته بود، 4 تا جوان هم می‌آمد میشیش رقص و پایکوبی میکرد. حالا بود نیست. شما از این وضعیت رضا هستید؟ 100% پیامتان به دیگه خواهرای ما چی هستن، برادرای ما چی هستن به پارکار؟ پیام ما اینه که همین ایجاب است، همین ایجاب خریفت کنم پارک جای تفریه کنه میشه که خواهر نه همشیره نه بیای منطقه به ایجاب اسلامی بیای. در نظر خود امارت اسلامی شرعی ده و اسلام هم داغ ایجابوی چی نرو خزی باید سر بخینی کنه یو آقا محرم خزی دیشه خپل محرم سرجی و داغ نامحرم خزی خود تابان باید نامحرم بخینی دا خود دیر نیک نظر ده و اگر وازیش چوکلی دی آبا یم تقسیم خود ورکره وی امر بالمعروف چی کمر وازی خزی روشی کمر واز نرینا روشی خدا بهتر خبر ده. نسبت به گذشته تغییراتی آمده؟ تغییرات خوب دیدی توصیه‌ای چی کسی نشده. اکثریت نران دیده که هر چیزی کار توزیع نپارک داغ باید شرایط طول زان بند تطبیق کو هم دی کسی درنک دیا هم دی کورنۍ درنک دیا هم دی دې پوره کوي نه تنها پور هر ځای چې کسی وزي هغه شرعي ایجاب باید ولري. اول خو باید خپل محرم سره بیا هم که د ضرورت پاسود چیرې وزي هغه باید هغه شرعي ایجاب مراعات کړي. دا خو د ښځې درنښت هم دی هغه څنګه. زما نوم نجیب الله دی، د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم. دا د طالبانو ډېر ښه اقدام دی چې 3 ورځې د زنانو لپاره ټاکلي او 3 ورځې د نارینه‌و لپاره، او په دې کې مخکې به ګڼه ګوڼه ډېره زیاته وه، اوس لکه هغسې ګڼه ګوڼه نشته دی. پیام ما به خواهرای عزیز ما این است که در روزهای مخصوص که برشان معلوم شده باید در روزها بیای به خاطر گمرای فامیل خود بیای روزها را خوش سپری کنه. در پاک ایجاب مراعات کنید. ایجاب خود ضرور باید مراعات کنه به خاطر که این دفعه شکر نظام اسلامی آمده که ثابت که بود رو ولی ما شما می روز یاسین قرآن فرموده این امر به اصلاح الهی است. وقتی که امر الهی است، امر نه شورای به اصلاح، امر معروف نه از منکر است، نه به اصلاح رئیس الوزراء است، نه حمد است، نه چیزی را که فرامین را که پروردگار برای ما و شما ارائه کرده یا دستور داده در قرآن مبارک تو باید با ما عمل بکنیم، یا در گذشته باشه و امروز باشه. سم صفا عمل په کلی لار د پیغمبر کوه